سلام، امروز میخوایم با هم شیرجه بزنیم به یه دنیای یکم تاریک و پنهان، دنیای حفره حافظه 2.0. این یه پدیده جدیده که توش تاریخ خیلی بی سر و صدا و با کمک الگوریتم‌ها داره بازنویسی میشه یا حتی بدتر کلاً پاک میشه. تا حالا براتون پیش اومده که دنبال یه چیزی آنلاین بگردین، یه مقاله، یه ویدیو، هر چی، و یهو ببینین انگار غیب شده، آب شده رفته تو زمین؟ خب این تجربه کلافه کننده شاید به نظرتون یه باگ ساده بیاد، ولی چی میشه اگه بهتون بگم این اتفاقی نیست و ممکنه یه حذف کاملا عمدی باشه؟ این دقیقاً همون چیزیه که امروز می‌خوایم با هم کشفش کنیم. خب اگه کتاب 1984 جورج اورول رو خونده باشین، حتما حفره حافظه رو یادتونه. جایی که حقایق ناخوشایند رو مینداختن توش تا بسوزه و برای همیشه نابود بشه. حالا امروز ما با یه نسخه خیلی پیشرفته‌تر و راستش موذی‌تر اون روبرو هستیم. حفره حافظه 2.0. اینجا دیگه خبری از آتش و سوزوندن فیزیکی نیست. به جاش الگوریتم‌های خیلی ساکت و نامرئی دارن تاریخ رو پاک میکنن و واقعیت ما رو از نو شکل میدن. خب حالا سوال اینه که تاریخ دیجیتال ما دقیقاً چطوری غیبش میزنه؟ بیایید با هم یه نگاهی به پشت پرده بندازیم و ببینیم چه مکانیزم‌های نامرئی دارن کار میکنن. در واقع 3 تا ابزار یا بهتره بگم 3 تا سلاح اصلی توی این زرادخونه وجود داره. اولی تنزیل رتبه الگوریتمیه که خیلی ساده محتوای شما رو ته نتایج جستجو دفن میکنه. دومی پالایش با هوش مصنوعیه که تاریخ رو به صورت خودکار ویرایش میکنه و آخر سرم نظارت بر محتواست که نقش دروازه‌بان نهایی رو بازی میکنه. بریم سراغ سلاح اول، تنزیل رتبه الگوریتمی. یکی از قوی‌ترین و خب ترسناکترین شکلاش ممنوعیت سایه‌ای یا همون شادو بند شدنه. فکرشو بکنید، شما دارید محتوا تولید میکنید، پست میذارید، ولی بدون اینکه خودتون خبر داشته باشید صداتون رو قطع کردن. شما فکر میکنید همه چیز عادیه، ولی در واقعیت برای بقیه نامرئی شدین. انگار دارید توی اتاق خالی فریاد میزنید. ابزار بعدی پالایش توسط هوش مصنوعیه. اینجا قضیه کم پیچیده تر میشه. هوش مصنوعی مثل یه تاریخ نویس دیجیتال عمل میکنه. میتونه خیلی ظریف روایت‌های تاریخی رو دستکاری کنه، یه چیزایی رو حذف کنه تا یه نسخه خیلی تمیز و پالایش شده از گذشته به ما تحویل بده. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که حافظه این هوش مصنوعی با داده‌های ساخته شده که پر از سوگیری‌های انسانیه. ببینید این نقل و قول از یه مطالعه چقدر تکان دهنده است. میگه این عمل شبیه به سوزاندن کتاب دیجیتال است. یعنی ما فقط در مورد حذف شدن چند تا پست صحبت نمی‌کنیم. این کار معادل دیجیتالی همون کتاب سوزان‌های تاریخه، جایی که دانش و حافظه جمعی ما داره به خطر میفته. خب شاید فکر کنید اینا همش تئوریه، نه؟ ولی متاسفانه اینطور نیست. این اتفاقها همین الان توی دنیای واقعی دارن میافتن. بیایید چند تا مثال واقعی رو با هم ببینیم تا بفهمیم حفره حافظه 2.0 در عمل چطور کار میکنه. فقط به این عدد نگاه کنید. بیشتر از 1000 مورد مستند از سانسور محتوای مربوط به فلسطین فقط روی پلتفرم‌های متا، اونم از اکتبر 2023 به بعد. این عدد واقعا تکان دهنده است و عمق فاجعه رو نشون میده. به این پدیده میگن محاصره دیجیتال فلسطین. این کار عملاً صدای فلسطینی‌ها رو خفه کرد و روایتی که به گوش بقیه دنیا میرسید رو تغییر داد. خب واضحه دیگه، وقتی گزارش‌های دست اول و مشاهدات عینی حذف بشن، تنها چیزی که باقی میمونه یه داستان یک طرفه و کاملاً مدیریت شده است. بعضیا بهش میگن پروپاگاندای پیکسلی. جالب بدونید که فقط دولت‌ها نیستن که تاریخ رو پاک میکنن، شرکت‌ها هم توی این بازی هستن. یادتونه فیسبوک یه قابلیتی به اسم تایملاین داشت؟ خب شکست خورد چون مردم نخواستن یه زندگی نامه دیجیتالی دائمی از خودشون داشته باشن. حالا پلتفرم‌ها به سمت محتوای موقتی مثل استوری رفتن. از یه طرف داده‌های ما رو برای همیشه نگه می‌دارن، از طرف دیگه ما رو تشویق می‌کنن که یه نسخه فیلتر شده و بی‌نقص از خودمون نشون بدیم. یه هویت دیجیتالی که بیشتر شبیه یه برند شخصیه تا خود واقعی ما. و این یه مشکل جهانیه، هیچ مرزی هم نمیشناسه. توی آمریکا میبینیم که بخشایی از تاریخ سیاسی مثل استیزاهای ترامپ از نمایشگاه‌های موزه اسمیتسونیان حذف میشه. توی چین هوش مصنوعی سوابق اعتراضات عمومی رو پاک میکنه. توی استرالیا همین حذف الگوریتمی داره دانش فرهنگی رو تغییر میده و حتی روی امنیت ملی تأثیر میذاره.
خب شاید بگید این مثالها چه ربطی به من داره؟ چرا باید به این موارد که انگار از هم جدا هستن اهمیت بدیم؟ چون وقتی یه دنیا با حافظه انتخابی و دستکاری شده داشته باشیم، پیامدهاش خیلی عمیقه و روی زندگی تک تک ما تأثیر میذاره. اولین و شاید بزرگترین پیامدش تکه تکه شدن خود حقیقته. تصور کنید هر کدوم از ما توی حباب اطلاعاتی خودمون زندگی میکنیم. یه حباب که توش حقایق ناراحت کننده فیلتر و حذف شدن. خب تو همچین دنیای دیگه یه درک مشترک از واقعیت وجود نداره و طبیعتاً اعتماد به نهادها، به رسانه‌ها، به همه چیز از بین میره. وقتی یه پلتفرم میتونه کنترل کنه که ما چی رو به یاد بیاریم و چی رو فراموش کنیم، در واقع داره قدرت عظیمی روی گفتمان دموکراتیک و حافظه جمعی ما پیدا میکنه. این یعنی یه انحصار واقعی روی حافظه. و این انحصار میتونه جامعه رو از هم بپاشونه، فرهنگ رو نابود کنه و پایه‌های دموکراسی رو کاملا سست کنه. و این ماجرا یه تأثیر روانی عمیق هم روی خود ما میذاره. میدونی چی میشه؟ ما تبدیل میشیم به پلیس زبان خودمون. برای اینکه حذف نشیم، برای اینکه دیده بشیم، شروع میکنیم به خودسانسوری و نتیجهش این میشه که گفتگوهای اجتماعی روز به روز سطحی‌تر، بیروح‌تر و خالی از هر معنای واقعی میشن. اما خب اوضاع همیشه هم انقدر ناامید کننده نیست. راه حل‌های وجود داره. بیایید حالا از فاز هشدار خارج بشیم و بریم سراغ راه حل‌های سازنده. ببینیم چطور میتونیم از حقیقت دیجیتال خودمون محافظت کنیم. یه راه حل خیلی جالب و امیدوار کننده آرشیوهای غیر متمرکزه. فکر کنید یه دفترچه یادداشت دیجیتال داریم که دست همه هست، نه فقط یه نفر یا یه شرکت. هر چیزی که توی این دفترچه نوشته بشه دیگه برای همیشه همونجا میمونه و هیچ کس، تأکید میکنم هیچ کس نمیتونه تغییرش بده. این قدرت فناوری مثل بلاکچینه، راهی برای ساختن یه تاریخچه واقعاً ضد دستکاری که تحت کنترل هیچ شرکت یا دولتی نباشه. پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم چند تا راهکار عملی پیش روی ماست. اول، باید شفافیت الگوریتمی و نظارت قانونی رو مطالبه کنیم. دوم، از همین آرشیوهای غیر متمرکز و تغییر ناپذیر حمایت کنیم. سوم، برای این بجنگیم که کنترل فیدآمون، یعنی همون چیزی که میبینیم، به خودمون برگرده، نه دست الگوریتما. و از همه مهمتر، باید آگاهی عمومی رو در مورد این مسائل بالا ببریم. و خلاصه کلام همینه. نکته حیاتی اینه که حقیقت دیجیتال باید از اون برادر بزرگی که میخواد کنترلش کنه بیشتر عمر کنه. ما باید مطمئن بشیم که تاریخ دیجیتال ما از هر قدرتی که سعی در تحریف یا پاک کردنش داره ماندگارتره. و در آخر میخوام این سوال رو برای شما بذارم تا بهش فکر کنید. آیا واقعاً داریم وارد عصری میشیم که تاریخ رو دیگه فاتحان جنگ‌ها نمی‌نویسن، بلکه این کدها و الگوریتم‌ها هستن که دارن تاریخ رو برای ما می‌نویسن و بازنویسی می‌کنن؟